سلام دوستان عزیز، امروز از کتاب مجموعه مسائل از فیزیک ایرادوف از موضوع ترمودینامیکا یک مسئله رو حل می‌نماییم. مسئله 2.1 ایرادوف. شرطش با زبان روسی چنین میباشد: в сосуде объемом 30 литров содержится идеальный газ при температуре 0 градусов Цельсия. После того, как часть газа была выпущена наружу, давление в сосуде понизилось на дельта P равно 0,78 атмосферных без изменения температуры. Найти массу выпущенного газа. Плотность данного газа при нормальных условиях ро 1,3 грамм на литр. ترجمه این مسئله چون میباشد: در ظرفی حجمش 30 لیتر یک مقدار گاز ایدئالی موجود است در حرارت 0 گراد سلسیه. بعد از آن که یک قسم گاز را سر دادند و بیرون سر دادند، فشار در آن به قدر دلتا P برابر 0.78 فشار اتمسفری کم شد. مسای قسم سرداده گاز یافته شود اگر زیچی همین گاز در شرایط نرمالی 1.3 گرم تقسیم لیتر را تشکیل دهد. گفته شده است که در ظرف حجمش به تحت حرارت تینو یگم مقدار گاز است. بعد از آن که یگم قسمش را سر دادند، فشار در آن به دلتا P برابر 0.78 فشار اتمسفری کم شد. قسم مسای گاز سرداده یعنی دلتا M یافته شود اگر زیچی در شرایط نرمالی 1.3 گرم تقسیم لیتر را تشکیل دهد. باز گفته شده است که حرارت در اینجا دائمی است، یعنی حرارت همون 0 گراد سلسیه می ایستد. یعنی اول فرض میکنیم که اول گاز یگان مسای M0 داشت، بعد از آن که یگان قسم گاز را سر دادند و مسای آن شد M0 تحت دلتا M. ما باید همین دلتا M را یابیم. برای هر دوی این حالت ها ما معادله حالت معادله کلیپرون مندلیف رو برای هر دوی این حالت ها می نویسیم. برای حالت یکم P و برابر M0 تقسیم M R T0. برای حالت دوم P1 و برابر است به M0 طرح دلتا M تقسیم M R T0. باز یک معادله دیگر در اینجا ما نوشتم، یعنی وقتی فشار کم می شود P یعنی P طرح P0 برابر دلتا P می شود. این رو هم می نویسیم. این سه معادله می شود P طرح P1 برابر دلتا P. از هر دوی این معادله ها ما P و P1 رو یافته در معادله سوم میگذاریم. می شود که دلتا P از معادله یکم بیاید اول از معادله یکم P رو میابیم. P برابر است و M0 تقسیم M RT0 و مخرج میرود و از معادله دوم باشد P1 رو میابیم. P1 برابر است و M0 طرح دلتا M تقسیم M RT0 تقسیم باز و. اکنون ما هر دوی این معادله ها را در معادله سوم خود میگذاریم. از اینجا پیدا می شود که P ما در جای P میگذاریم. در اینجا همین ifade P رو میگذاریم. M0 تقسیم M RT0 تقسیم V طرح در جای P اگر این ifade رو میگذاریم. این طرح M0 طرح دلتا M تقسیم M RT0 تقسیم V. همه این برابر می شود و دلتا P که در شرط مسئله با ما داده شده است. اکنون ما می بینیم که در اینجا RT0 تقسیم V را از قوس برآورده می شود. آن را از قوس می بریم. RT0 تقسیم V در داخل قوس می ماند M0 تقسیم M طرح M0 طرح دلتا M در داخل قوس تقسیم M برابر این برابر می شود و دلتا P. داخل قوس رو ساده می نماییم. RT0 تقسیم V ضرب M0 در اینجا می‌بینیم که M0 M مخرج عمومی باشد، پس هر اینها در یک کسر می‌نویسیم. M0 طرح قوس رو می‌کشیم، طرح M0 می‌شود طرح M0 و طرح جمعی
دلتا ام تقسیم مخرج ما امی کلان. این برابر می شود با ار تی نول تقسیم و ضرب دلتا ام تقسیم امی کلان. اکنون از یک شرط دیگری که در مسئله داشته است از روی نول استفاده می‌بریم. روی نول این زیچی گاز در شرایط معتدل یعنی پی نول برابر یک اتمسفری، یک فشار اتمسفری و تی نول برابر 273 کلوین میباشد، یعنی 9 گراد. از این استفاده بوده یک بار دیگر مولکول پیرون مندلیف رو می‌نویسیم. پی نول و برابر ام تقسیم ام ار تی نول. در جای ام میگذاریم پی نول و برابر در جای ام میگذاریم که زیچی یعنی همین گاز در شرایط معتدل ضرب حجم، زیچی ضرب حجم میشود ام تقسیم ام کلان ضرب ار تی نول. حجم های اختصار میشوند میموند پی نول ضرب ام برابر میشود با ار رو ار تی نول. اکنون ما هر دوی این افاده‌هایی که در اینجا دلتا پی برابری رو ار تی نول تقسیم و ضرب دلتا ام تقسیم ام و تی نول ام برابری رو ار تی نول رو میبینیم. با ما ماسه مولری گاز داده نشده است، یعنی ما باید این رو یابیم. پس از اینجا ماسه مولری گاز رو یافته در آنجا گذاریم هم میشود. از اینجا ماسه مولری رو میابیم برابر میشود بر رو ار تی نول تقسیم پی نول. درست. اکنون در آنجا میگذاریم میشود دلتا پی برابر است با همون افاده ار تی نول تقسیم و ضرب دلتا ام تقسیمی در جای امی کلان میگذاریم روی نول در این میگذاریم روی نول ار تی نول تقسیم پی نول. روی نول ار تی نول تقسیم پی نول ما باز بالا میرود در هنگام دوم بار تقسیم شدن. اکنون ما میتوانیم در اینجا یک چند چیز رو اختصار کنیم. برابری یک چند چیز ار اختصار میشود تی نول اختصار میشود میموند دلتا ام خود پی نول تقسیمی و روی نول تمام. اکنون در ما افاده ساده را حاصل کردیم که از این افاده میتوانیم دلتا ام را یابیم. از اینجا دلتا ام رو میابیم. دلتا ام برابر میشد با و روی نول ضرب دلتا پی تقسیمی پی نول. یا اینکه اگر ما فرم رو کمتر باز با ترتیب نویسیم روی نول ضرب به این ماسه واحدش ماسه میشد ضرب دلتا پی تقسیم پی نول اختصار شده میرن، یعنی کیلوگرم برابر کیلوگرم. فرم ما درست برآمد. اکنون که مقداری کرده حساب میکنیم. 1/10 3 گرم تقسیم لیتر 1/10 3 گرم تقسیم لیتر. در اینجا موزیچی رو گذاشتیم ضرب حجم ما 30 لیتر ضرب دلتا پی ما 0.78 تقسیم 0.78 تقسیم 1 0.78 برابری. این رو با کالکولاتور حساب میکنیم. 1.3 ضرب 30 ضرب 9.78 برابر 1521 تقسیم 500 تقریبا 3. 1500 تقسیم 500 تقریبا 3 در اینجا لیتر با لیتر اختصار میشن. گرم واحد این گرم میشه. دلتا ام ما تقریبا 3 گرم. این بود مسئله 2.1 ایرادوف.